همین کودکی بیماری وزنی شدم از بیمار خانه بستری شدم در سن 10 سالگی و در همونجا من با شخصانی که شахмат باز میکنه در همونجا من با شахмат شنا شدم و بعد از معالجه در خانه با این شахмат بازی من دوام دادم. روی یک نتیجه حاصل شدن باید در یک روز نباید از 4 ساعت با شахмат مشغول شدم.